اکتیویژن توی سیزن جدید داره کلی جوایز رایگان بهمون میده، از اسکین گرگی گرفته که خیلی اسکین خفنیه، واقعا برید اسکین رو بگیرید بچه‌ها، خیلی اسکین بالیه و کلی جوایز دیگه مثل سی پی و میتونید 10,000 1000 2000 3000 تا 10,000 سی پی هم میتونید بگیرید. قراره که داخل این ویدیو 0 تا 100 بهتون میگم که باید چیکار کنید. از اینجا هم شما میتونید کلی چیز آیتم بگیرید که بهتون میگم که یه سری توکنایی هستن که باید به دست بیارید که قراره که بهتون میگم چطور این توکنا رو به دست میارید. توی سیزن جدید هم شما میتونید گردونه جدیدی که اومده بزنید و شانس خودتون رو برای گردونه بندازید که من یکی رو میشناسم واقعا یکی از اون اسکینا رو بهش داد، فقط با 300 تا از اون کارتا اسکینا رو بهش داد، یکی از اون اسکینا. حالا یه سری توکنایی هم هستن که باید توکنا رو بگیرید. تو این بخش میاد بچه‌ها، این بخش وقتی میایید پایین یه سری بازیایی هستن که با این رنگای قرمز این بازی‌ها رو انجام بدید. حالا من نمونه روی یکی از این بازی‌ها کلیک کردم و رفتم میرم روی یکی از این بازی‌ها که بازی‌هاش هم خیلی ساده است بچه‌ها. اگه بازی‌هاشو انجام بدید مثلا باید این حشرات رو بزنید یا مثلا این کله خیلی بازی‌های ساده است که حتما اگه بازی‌هاشو انجام بدید، حالا فقط با امتیاز خودتون زیادتر کنید، مثلا 200 تا 300 تا 400 تا 1000 امتیاز هم بگیرید خیلی خوب میشه. حالا بهتون میگم که چرا این کار باید انجام بدید. بازیاش هم خیلی ساده است همینطور که دارید میبینید. من روی مانیتورم که قبلا بازیش کارمون بهتون دارم نشون میدم، بازیش هم خیلی ساده است. الان من 800 تا ازش گرفتم. خب الان 800 تا رو گرفتید، از رو بازی در میایید که 100 تا از اون توکنا رو بهم داد که خب این توکنا رو چیکار میکنید؟ الان باگ گرفتادش که مهم نیست. از اینجا میتونید واسه اینا بندازید که پیشنهاد من اینه که حتما واسه اون کارتا بندازید، مثلا این کارتا. از اینجا هم که مثلا میتونید روزانه آیتمایی رو بگیرید که مثلا برای خودتون کلا خیلی تغییراتی انجام شده روزانه. این آیتمایی که روزانه میتونید بگیرید هم باز از اون توکنا رو بهتون میده 100 تا 200 تا 300 تا، بعد متغیره، مثلا یه روز میده، 2 روز نمیده، 3 روز میده، 4 روز نمیده که اصلا اون مهم نیست، اون نباید اصلا بگیریدش. من دیوونه شدم از این از این نایف چاقویی که این لوله هستش و موتوری و کلی اسکین کلی گان دیگه گونه هم حتما بگیرید که باحال هستن. خب بریم واسه اسکین گرگی که اسکین خفنیه بچه‌ها. روی اون اکانت هم دارم بهتون نشون میدم که چطوری بگیریدش. خب روی این زمینا کلیک میکنید، خب 5 تا به من 5 تا سکا میده. بعد زمین خودشو باید برید، اون دومیه، اولیه رو نه، دومیه زمین رو که برید از این اسکین گرگی خفن رو بهتون میده که واقعا چیز جالبیه. از اکتیویژن انتظار نداشتم که همچین اسکینی رو بهمون بده. خیلی ها دوست ندارن اسکین رو بگیرن که خیلی ها وقتشو ندارن یا حوصله‌شو ندارن، این اسکین رو نمیگیره، اما پیشنهاد من اینه که شما حتما این اسکین رو بگیرید. خب بریم به بخش مهم یعنی سی پی. چطور بریم سی پی ها رو بگیریم سویل؟ خب خیلی هاتون از من میپرسین که چطور برای این سی پی ها رو بگیریم. بچه‌ها گرفتن سی پی ها خیلی راحته. چند تا نکته داره که نکته رو رعایت کنید تا بتونید سی پی ها رو تهیه کنید. بچه‌ها اول اینکه باید 3 تا از دوستاتون رو دعوت کنید که نه دوستان معمولیتون، از دوستانی که واقعا میدونید که سی پی واسه اکانتشون خرج میکنن روزانه. وقتی که دعوتشون کردید روزانه وقتی سی پی خرج کنند تایم داره میره بالا، مثلا میتونه سی پی ها رو بگیرید. این روش اولشه. اما اگه دوستی ندارید، روش دوم اینه که برید داخل چت ها رو بررسی کنید. اونایی که واقعا میبینید تعدادشون تعداد اسمشون تعداد این آتیشی وقتی زیاده، 8000 3000 2000 اینا ندید. اونایی که واقعا بالای 15000 10000 هستن رو انتخاب کنید که سریع پر میشن و میتونید شما هم از سی پی ها رو بگیرید. واقعا معمولا اونا خارجی هستن و واسه اکانتشون خیلی خرج میکنن، پس اونا رو خیلی بهتر هستش. روزانه میتونید از این سی پی ها بگیرید، از اون کارت ها بگیرید و جعبه ها و کلی آیتم دیگه هم داره. مثلا میتونید از این کارت ها بگیرید که میتونید دوباره واسه گردون های جدید که خیلی گردون های خفنی ان بچه‌ها، اصلا دستش ندید، شانس خودتون هم زیادتر کنید. این کل ویدیو بود. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید. ویدیو رو خودم تهیه کردم، ویدیو رو خودم ساختم و گفتم براتون انتشارش بدم و بدونید که چطوری سی پی رایگان اسکین جدیدی که اومده و چطور از اون کارتا بگیریم که روز به روز بتونیم واسه خودمون بازی کنیم.
و دیگه کل ویدیو همین بود. صفر تا صد ویدیو بچه تایید خودم هستن. مرسی که از من حمایت کنید، لایک کنید، دنبال کنید، برای ویدیوهاتون برای دوستاتون بفرستید. تا ویدیو دیگه بدرود.